هنوز 3 ماه از جنگ نگذشته بود که حسین به همراه یاسینی و دوران حماسه آفریدند. صبح 7 آذر 59 عملیاتی با نام مروارید آغاز شد و غروب همان روز عراق دیگر چیزی به نام نیروی دریایی نداشت. نیروی دریایی درخواست هواپیماهای موشک موریک رو کرد. اکنون نوبت فانتوم های پایگاه ششم شکاری بوشهر است. فانتوم ها به موشک های ماوریک مجهز شدند. کار کردن با موشک موریک خلبانی میخواد که چک شده باشه روی این زمینه. خلعتبری جزء معدود خلبانانی بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آموزش شلیک موشک ماوریک را گذرانده بود و مهارت خاصی در شلیک این موشک داشت. خدا رحمت کنه شهید خلعتبری کابین عقب من بود. از قهرمانان این عملیات حسین خلعتبری بود که به عنوان کابین عقب بختیاری موشک‌های ماوریک را به سمت ناوچه‌های عراقی شلیک کرد. بهش گفتم حسین بریم. خلبان‌ها وقتی موریک میبری بزنی کابین جلو فقط پرواز میکنه. تمام شاهکاری که به اون آنتنا هند کنترل لاک بکنی کجای اوضاع بزنی با کابین عقبه. در یک روز شاید بهتون بگم 90% این ناوچه‌های عراقی رو از بین برده اینا با موشک. همه از دوران یاسینی زیاد شنیده ایم، ولی حسین خلعتبری تبدیل به سلطان این حمله ها شد. تخصص اصلی حسین شلیک موشک موریک است. در آن روز تقریبا همه ناوچه‌های رزمی عراق به نام اوضاع توسط این 3 خلبان غرق شدند. از آن زمان به بعد در ستاد مشترک عراق خلعتبری به حسین موریک شهرت یافت. برای زنده یا مرده او جایزه بزرگی هم تعیین کردند. این کار هر خلبانه نیست. یه خلبانه میخواد ماهر باشه، ورزیده باشه، شجاع باشه و نترس. یعنی براش حل شده باشه، مسئله مرگ براش حل شده باشه. و برگشتیم توی چیز، بعد یکی از خلبانای ما اونجا بوده گفت امروز برخورد زدن این 6 تا یه نوع معجزه‌ای بود که در تاریخ ما اتفاق افتاد. گفتم معجزه بزرگتر از اون بود که از ساحل در چپ راست به ما موشک فایل می‌کردن ولی هیچ کدومش به ما نمی‌خورد. خلبان خلعتبری یه جمله داره میگه اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پای پوتین دشمن چسبیده باشد با خونم آن را شستشو میدم. خاطرتون بسپارید یک شنبه 1/1364 شاید ساعت حدود 10 بود که آنشیر اسکنم بداده. آقا را افتاد رفت سر باند و بلند شد. ما با حسین گفتیم برگرد، گفت من نامردم اگه برگردم. خلعتبری می‌داند که در محاصره چندین هواپیمای عراقی است، اما باز نمی‌گردد. او موشک راداری خود را به سمت یک هواپیمای میگ 23 شلیک می‌کند. هدف الان از راست به چپتون خواهد گذشت در فاصله 16 مایل. بله دارم. بعد یه جا میگه که لاکان دارم میرم برای زدن. دیگه کنترل شکاری چیزی نمیگه. لاکان دارم میرم برای زدن. ایشون با اون کلامش دارم میرم میزنمش یعنی دیگه به من اطلاعات ندید، دخالت نکنید. که من روی هواپیما قفل کردم، حسینم موشک رو ول کرد، خورد توی هواپیما و هواپیما موجه شد. موشک میگ عراقی را سرنگون می‌کند. همزمان چندین موشک به سوی فانتوم شلیک می‌شود. یکی از موشک‌ها به زیر کابین فانتوم ایرانی اصابت می‌کند. وقتی خبر رو براش میارن به مادرش میگن حسین حالش خوب نیست. میگه نه بگیم واقعیت ها چی شده. ظاهرا اومده بیاد مثلا خورده زمین پا شکسته فلان، میگه نه بابا اون خلبان شکاری فلان، یا اصلشو به من بگین. حالا این میان خلاصه توی لفافه و پرده پوشی بکنن. میگه ببینید من خواب دیدم قبل از تولدش هم که میخواست به دنیا بیاد، مرحوم پدرش توش گفت حسین به عشق مولا حسین، خوابش هم دیدم
موشک حسین من سر نداره. وقتی موشک خورد به زیر صندلی حسین، سر و هلمتش یه جا دیگه افتاد، بدنش یک جا دیگه پاره پاره شد. تا اول و آخر سفر باختن است. در بازی عشق برد با باختن است. از پیکر بی‌سرم تعجب نکنید، سرباز شدن برای سرباختن است.